سلام خدمت شما دوستان عزیز، من پرهام گیم پلی هستم و خیلی خوش اومدین سراغ ادامه ماینکرافت داستانیم. امیدوارم که از سری ماینکرافت داستانی که براتون ویدیوشو میگیرم خوشتون بیادش. بچه‌ها برای این ماینکرافت داستانی ما خیلی زحمت میکشیم. یه مرام معرفت بذارید کانال آپارت ما رو دنبال کنید. دمتون گرم، خیلی دوستتون دارم، خیلی مهربونی و خیلی عشق هستید. برو بریم سراغ ادامه ماینکرافت داستانی و ببینیم چی میشه. باب اسفندی، من خیلی خوشحالم تونستیم قلب یخیا به دست بیاری. منم ولی پاتریک من ناراحتم. چرا؟ چون زشتی؟ نه چون نیم سوزی؟ وایسا پاتریک، چون این چه کاری خنگی؟ کردی؟ ممنونم برای سیتا روبی که زدی آقای امیرسام. دوست دارم. چی کار کردم؟ این چه کاری بود کردی پاتریک؟ چی کار کردم خودم خبر ندارم. همبرگر زیاد هیچ خوردم. کاری نکردی. بابا نیم سوز تو هستی یا بزن. فاصله بگی واقعی بود. فکر نمی‌کنم تو بتشه. باب اسفنجی بیا برگردیم. شوخی باب میکردم، اسفنجی بیا. مسخرت میخواستم بکنم. هیچ که دیگه بزنم تو کف زمینم. باب اسفنجی بیا بپریم بریم این تو، بریم برگردیم به زمان خودمون. برو بریم. برو بریم. باب اسفنجی من برگشتم تو رو نمیبینم. یایی من این بالا همونجا که اون تخت است. الان تو هم اومدی تازه. باب اسفندی، شمشیر رو واسه چی با خودت آوردی؟ آخه بخواستم شکستش بدم اجده رو دیگه. شکستش بدم با اون شمشیر؟ آره دیدم چقدر با شمشیر جنگیدی، فقط داشتی با اسلحه میجنگی. باب اسفندی، با این باب اسفندی یه لحظه وایسا ببینم. تو گفتی کرم اسکلتی رو باید پیدا کنی. کرم اسکلتی از کجا میتونی پیدا کنی؟ نمیدونم و من بتونیم اسکلتی وایسا یه و جای بتونیم صبر کن و بتونیم قدرتش رو به دست بیاریم وارد قطار زمان بشی. فیلم اسکلتی چون یک چیزی خیلی موجود عجیب و جادوییه، باید تو خونه یک فرد جادویی باشه، یه فردی که قدرتش زیاد باشه، بتونه همه کاری انجام بده. مثل هیرو براین. بذار تو سرت رو صبحش. آره. 1 2 3 بودم. ببین فقط این کسی که میگی فقط خونه هیرو براینه، پس بودو بریم خونه هیرو براین. آره بریم. برو بریم باب اسفنجی. باب اسفنجی اینجا رو نگاه کن. این گیاه شبیه توه، مثل تو خشکه. من خوشگیم، من اسفنجم. اسفنجم خشکه دیگه. ای بابا. واقعا میگم اسفنج اگه وارد یک آب بشه اونجا خوش میشه، میدونستی؟ بله تو میدونستی؟ خودم الان تو آبم. ایوان راست میشه، تو آبش خوش نمیشه. عجیبه ما تو آبیم ولی آفتاب اینجا هست، نه؟ آره اینجا درخت رشد میکنه، TNT اینجا میترکه، واقعا اینجا عجیبه. گندم میکاریم، آخه بوغلمون نگاه کن، اینجا. شطور مرغ همبرگری خودم قربونش بشم. من فداش شطور بشم. مرغ این بوغلمونه. حالا بوغلمون هرچی قربونت چشاش بدم. من قربونت نگاهش چقدر خوشگل. اما اصلا قرار بود بریم با آبش هیرو براین. اینا بیا بذار بریم. پرد کنم تو کلش اینا چی باب میشه. اسفنجی ببین تفنگای قوی داری. بیا بریم پیش هیرو براین، بعد بریم اونجا بجنگیم. بیا بریم. باشه بیا بریم به سمت خونه هیرو براین. هیرو براین اگه تو لاتی واسه ما شکلاتی و برای باب اسفنجی فقط زشتی. آره باب اسفنجی. اینو برای پاتریک بستنیه. ای باب اسفنجی دستا بالا، همبرگر رو بس پایین. همبرگر میخوای؟ ببین من گندلات شهرم، همبرگر به من بده. همبرگر؟ همبرگر واقعی. بهترین همبرگرم بود. فقط همبرگر پیش دمپایه. تو همبرگر دمپایی پختی؟ آخه تو همبرگر دمپایی میشه آدم بپزه؟ نه من میپزم. واقعا میشه. همبرگر واقعیه. باب اسفنجی یه لحظه توجه کن. یه لحظه ببخشید من عذرخواهی میکنه. یه نکته عجیبی من دوباره ذهنمو درگیر کرد. شلوار تا دهنش بیاد بالا. چقدر قدش کوتاه. وقتی که همبرگر واقعی اینه، اون همبرگر دمپایی بوده. بنداز ببینم. جان واقعا این همبرگر واقعیه انگار. بذار ببینم. واه پسر، یه همبرگر واقعیه. چقدر تنده.
آتیش گرفتم توش چقدر فلفل زده بودی. ای بابا دهنم میسوزه خیلی داغه. یه ذره آب بده. خیش ممنونم برای 30 تا روبی که زدی، دوست دارم. باب اسفنجی بیا بریم داخل خونه هیرو براین. بریم این چرا در ورودی نداره؟ در ورودیشو رد کردیم داریم دور میزنیم. یعنی چی مسخره بازی هست؟ یه در ورودیش اصلا ما ندیدم. اینجاست. اول شما باشه بفرمایید. نزن اول اونی که از همه باهوشتره تشریف ببره داخل. خب بیا منو همراهی کن. اون خونه هیرو براینه، من نمیام داخل. نه بیا باش خدا. من همیشه با احتیاط وارد خانه هیرو براین میشم. صدا چیه؟ من بودم گفتم با احتیاط وارد بشم. باب اسفنجی اینجا که من دستشویی گرفتیم، میرم دستشویی الان میام. برو دستشویی بابا. اینجا که هیچی نداریم که ما. بذار ببینم اینجا هیچی نیستش که 2 ساعت ما رو الاف کردی. کلم اسکلتی اینجاست. کلم اسکلتی من مسخره گرفته. کلم اسکلتی چیه باب اسفنجی؟ چرا داد میزنی؟ الان میام تو ببینم چی شده. باب اسفنجی کرم اسکلتیه بزنش. باب اسفنجی تو دستشویی کرم اسکلتی بود. باب اسفنجی تو دستشویی کرم بود. باب اسفنجی اون کلنگ تو بده. کلنگ تو بنداز. کلنگ ممنونم مهدی عزیز برای اشتراک 1 ماهی گرفتی. دوست دارم. باب اسفنجی ما باید اینجا رو بکنیم ببینیم میتونیم اینجا یه چیزی پیدا کنیم یا نه. بکن هر جایی که میتونی بکن. یه چیزی پیدا میکنی. بابا هیچی نیست باب اسفنجی. باب اسفنجی بیا اینجا یه صندوقه. صندوق؟ آره اینجا یه صندوقه. تو صندوق بیا قدرت کرم اسکلتی. باب اسفنجی قدرت کرم اسکلتی به دست آوردی. ایول باب اسفنجی بیا این قدرت کرم اسکلتی اون یکی قلب یخی رو داریم و حالا باید برویم قطار زمان رو بسازیم.